بریم ببینیم تو یه سال گذشته واسه پلیراتون چیکار کردین. اول اصلا بگین چه آپدیتی تو مپاتون دادین. من که یه مپ بتل رول به بازی اضافه کردم، خیلی هم ازش استقبال شد. یه 4 تا مولتی اضافه کردم. بیشتر از 20 تا از مپ‌های مولتی هم آپدیت کردم. منم یکی دو تا قسمت مپ بتل رویالمو آپدیت کردم. گان جدید چی اضافه کردین؟ یه اسنایپ براتون آوردم، اصلا باقلوا، هر کی برده راضی بوده. منم توی 1 سال و 6 تا فصل گذشته 12 تا گان از خانواده‌های مختلف به بازی اضافه کردم. برای سال آینده چه کار خاصی میخواین انجام بدین؟ میخوام کرکتر CR7 رو به بازی اضافه کنم. اونو که ما 4 سال پیش اضافه کردیم. رونالدو منظورته دیگه. اسکین و گان لژند رایگان هم دادین؟ همین چند وقت پیش که یه کلاس مولتی لژند به بازی اضافه کردیم، پوریفایر. توی ایونت ها میتونستی خیلی راحت به دستش بیاری. اول سالم که یه گان M4 لژند خوشگل رایگان دادیم به پلیرها، هر کی استفاده کرد نوش جونش. توی سیزن 6 هم به هر کسی که 6 بار رنک لژند کرده یه گان لژند هدیه دادیم. مگه لژند رایگان هم میدن؟ باید پول بدی دیگه، اینجوری که اصلا ارزش نداره. چرا ارزش نداره؟ تو خصیصی یکم به پلیرات حال بده. جه موسیقی بازی تو فقط از ایران موجا بخر. کلمه کریسمس رو هم کامنت کن تا تخفیف خیلی جذاب بهت بدم.